بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن ulamalar, hatunlar, cavanlar, Türkmenki baizat kavimler, اولتر از همه توفیق پیشوای بشریت براتون تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده‌باد اشرف غنی! زنده‌باد تیم دولت‌شاه! ما ترکمنان افغانستان پشتیبان شما هستیم! اولتر از همه چون هم از جناب نجیب قریشی و از جناب دکتر سر مخلوق ابراز امتنان میکنم از خاطر انسجام این جلسه عظیم و از خاطر حرفای بسیار سازنده و مفید. درود بر روان تمام شهدای ترکمن، چون جناب مخدوم صاحب ذکر کردن اگر یک فهرست شهدای برجسته را همراه ما شریک بسازیم که به کردار از اینا و سربازی از اینا و تعهد از اینا احترام بگذاریم. اتفاقی است که من واسه کس هستم که همراه مسئول جنگ با ابراهیم بیگ بود، باعث نایب الحکومه قطغن از او، قطغن و بدخشان از او و بعد از ترکستان و همیشه از تعهد خواهرها و برادرای ترکمن ما، از غیرتشان و از شمشیرشان یادآوری میکنن. دیگه من از سالهاست که همراه تعهد برادرها و خواهرای ترکمنم آشناستم و وقتی که استالین شرایط بسیار بد آورد، زیاده از 400,000 ترکمن با عزت به شمال افغانستان آمدن. تنها لباس در جانشان بود، دامو در اوج طغیان تیر شدن و امروز افغانستان آباد کردن. من از هر ترکمن از صمیم قلب تشکر میکنم. زنده‌باد تیم افغانستان! زنده‌باد رئیس صاحب جمهور! با نمایندگی جوانان تیم دولت‌شاه حمایت خود را اعلام می‌کنه. و از هر زن ترکمن که باز صنعت قالین در افغانستان سر پای ایستاد کردن، تک تک و جمعا تشکر میکنم. زیادترین عایدات ملی ما را در دورای بحرانی زنای ترکمن بودن که با انگشتای خود تولید کردن. قربان انگشتای خود. زنده‌باد اشرف غنی! ما هیچ کس دست نداریم از تیم حرف اولم در اهمیت ترکمنای ماست. شما پنجمین بزرگترین قوم افغانستان هستید و من افتخار از این دارم که اولین رئیس جمهور افغانستان هستم که مناسبات نهایت نیک همراه کشور برادر ما ترکمنستان ایجاد کردیم. رئیس جمهور ترکمنستان امروز حیثیت یک برادر رئیس جمهور افغانستان دارد و نتیجه از این چی میشه؟ تعهد اول ما برتانی است که در این 5 سال آینده زبان ترکمنی سر پای استاد میشه، قاموسا برش ترتیب میشه، صدها معلمه برای تربیه و تدریس زبان ترکمنی میفرستیم و یک بخش خاص اکادمی علوم افغانستان و وزارت معارف افغانستان برای ترویج و تعلیم زبان ترکمنی اختصاص میده. امید است هر ترکمن زبان افغانستان مثل که امروز خواهر ما به ترکمنی صحبت کردن، در تمام مجالس بزرگ افغانستان به ترکمنی صحبت کنیم. نقطه دوم از مخدوم صاحب است. خلیفه صاحب قزلایه
از شخصیت‌های بسیار برجسته از این مملکت است. سلسله نقشبندی را که یکی از سلسله‌های عظیم صوفیه ماست، اینا جهت دادن و وقتی که مولوی صاحب ترخیل به حق رسید میفهمین که زیادترین شاگرداش ترکمن بود. در این بخشم که بخش فرهنگی ماست که میراث طبقات صوفیه ماست، ما توجه خاص خواهد کردیم و در وزارت حج و اوقاف یک معینیت خاص برای فرهنگ صوفی ما ایجاد شده. در این بخشم خواهش میکنیم که متخصصین و عقیده‌مندان عرفان افغانستان که ترکمن هستند انشاءالله تعالی سهم داشته باشند. موضوع دیگه که امروز نهایت خوشحال هستم درخواستتان از خاطر مشارکت قوی زنای ترکمن در سطح ولایت جوزجان که اکثریتش ترکمن و ترکمنی زبان هستند، در ولسوالای سرحدی و کلش انشالله تعالی در ظرف 2 سال برق مطمئن داده میشه و شرایط انکشاف از اینا فراهم میشه. همچنین بار اول است که سواحل آمو را انشالله تعالی ما به صورت اساسی تحکیم خواهد کردیم. برای من میفهم که مردم خمیاب و قرقینجا نیستن، مگر پیام ما برشان برسانیم که سر سواحل آمو انشالله تعالی پیشرفت واضح خواهد باشه که مردم دیگر در خطر نباشه. دعوت داشته باشیدتان. تعهد ما واضح است که مسائل آبتان، آب آشامیدنیتان که یکی از مسائل بزرگتان است، مکاتب دخترانه را خواستیم و سر هر دو چشم ما یک پروگرام داریم که 6000 مکتب در 2 سال آباد میشه و مکتب دخترانه در ولسوالی خوجدوکو از ضروریات ماست و همچنین کادرها را، چی کادرهای امنیتی باشه، چی کادرهای اقتصادی و فرهنگی و اداری، یک پروگرام واضح برای تربیت از این کادرها امرای کمیسیون اصلاحات اداری و دوایر مربوطه امرایتان گرفته خواهد شد تا کادرهایی که بتانند خوب بدرخشن مثل دکتر صاحب مخدوم واره و کادرهای قریشی صاحب واره، مخصوصا چون زن ترکمن همیشه در اقتصاد وطن یک نقش عمده داشته. خواهش ما است که یک قسمت زنای ترکمن در بخشای اقتصادی تحصیل کنند که در آینده مثل که از راه قالین بود آل ترتیبات اساسی مالداری و زراعت و صنعت ولایت شمال به صورت عموم، جوزجان به صورت خصوص و ولسوالی دوکو را مورد نظر بگیره. ولایت در دوره آینده تمرکز واضح ما سر ولسوالی ها خواهد بود. خواهرها و برادران، همه تو که آل ما خدمتتان گپ میزنم، تمام ولسوالی های افغانستان مثل که قلیا را جمع کردیم و میثاق شهروندی را ساختیم، برای ولسوالی ها یک پروگرام مشخص خواهد بود که سهم مردم به صورت عموم، زنا و جوانا به صورت خاص، علما و اینا ترتیب شود. در ولسوالی خوجدوکو یکی از این ولسوالی ها خواهد باشه که مورد توجه واضح ما قرار خواهد گرفت. نقاط انکشافی را میفهمید که مطرهای بزرگ برای ولایت شمال دارم و با نفت و گازی که جوزجان داره انشالله تعالی تفاوضات نو مقدار زیادتر گاز نشان خواهد داد. جوزجان ظرفیت ترقی و انکشاف همه جانبه داره و زمینه فراهم میشه. خوشخبری در است که بازار بزرگ قزاقستان در ظرف چند هفته
انشالله تعالی بروی افغانستان به صورت عموم، ولایت شمال به صورت خصوص باز خواهد شد که پیداوار بازاریابی که شما میخواستین به صورت اساسی صورت بگیره که انشالله میشه. من در آخر باز هم از حمایتتان، از پشتیبانیتان، از استادگیتان، از زن و مرد ترکمن، از پیر و جوان، از عالم و ریش سفید و تمام خواهرها و برادرها ابراز امتنان میکنم. شما ما را پیروز بسازین، فردای پیروزی از ما، از وعدهای ما حساب میگیرید. زنده باد افغانستان، پاینده باد قوم بزرگ ترکمن. سلامت رئیس جمهور با برآمدن این جوانات تیم نوازش اونها خود را ایران میکنه. بخیر باشه.